این زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشت کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. در مصاحبتون بر اساس که گازیتا اصرار داشتید که هر یک مهاجر کاری در روسیه شخصی سیاسی است. چی فکر دارید؟ حکومت این رو درک میکند یا نه؟ اگر درک نکند باید درک کند، چون که اونا همشون یک توای شخصیتی قوی برمیگردن. هر یک شخصیتی که از خونش بیرون میرود پیش از همه خودش میسوزد، فقط برای شکمش نمیرود، برای عقلش میرود، برای خردش میرود، برای شرف اویلش میرود. برای همین گاستربایترای ما الکی همونایی که برمیگردن برای ما یکش پیچکا کمین روسی ساخت. الکی در همون خانه من تعمیر کردنش یک نقش سیاسی داشت. سیاسی که با سیاست ما مانند نبود، سیاست خودش احترام کردن بود، سیاست هنر بود، سیاست نام بود. سیاست نام بدترین سیاست ایوا. یعنی خیلی مردم آزاد برمیگردن از روسیه به نظر؟ میتونن هر خیل برگردن، میتونن نشأمند برگردن، میتونن اون از اون که چقدر اراده داشته است، چقدر چی میگن مغزی پشت چقدر بوده است، میتونن بدمست برگردن، میتونن مثلا نشأمند برگردن، اما در مجموع سالم برمیگردن، سالم و انتشامند. مثلا مقامات رسمی تاجیکستان میگوید که آنانی که به سوریه میروند از طریق روسیه و اونجا سفر میکنن. شما در تاجیکستان زیسته احساس میکنید که فضای مذهبی آدم ها تغییر مییابد؟ من گفتم که اگر وقتی که آدم خالی است مغزش و اونو پر کردن بسیار به هر چیز دیگه آسان است. دیگر اینکه از روسیه هم که رفتنشون ممکن است و اساسا اینو همچون مذهبی نمیرن، اینو برای پول کار کردن میرن. برای در اینجا اگر یک روز دیگه $100 کار کنه اونجا وعدهش میده که مثلا $1000 میتونم، خیال میکند که میرم زود میگیرم برمیگردم. اکثر بچهای ما برای مذهبی نمیرن. من یاد دارم که یکی از شخصایی بودید که انا مثلا خیلی اشتیاقمند او بودید که فرهنگ اسلامی ترغیب شود، تشویق شود، چاپ شود. میدونی فرهنگ میتوند فرهنگ جهانی باشد. مولانا در همون جای، در همون حالت، در همون جای زندگی گفت به همین واسطه گفت، حافظم گفت در رودکی کمتر است، در فردوسی من کم است. من میگم که شاعر نویسنده نمیتونن که اینجوری باشن، فرهنگ شرقی باشد، غربی باشد. فرهنگ اگر در حالت که ما تقسیمش میکنیم الکی فرهنگ نیست. من نگفتم این گپی که میگن همیشه. من باور قطعی دارم که فرهنگ همه آنهایی که از کتاب قرآن بروندن فرهنگ اسلامی دارن. نه که ما که قرآن نمیفهمم به زبان قرآن بسیار بدبختم. من ترجمهش خوندم، من نمیدونم که فرهنگ اسلامی چی است. میدونی برای چی نمیفهمم؟ برای که برای من یاد ندادن. من از مکتب شوروی بالا بودم. اصلا گپی من سر دیگر چیز بود که نفهمیدم. همین گپ من چندی بار میشنوم. من اینقدر دانشمند نیستم که اینقدر دانم که من خودم بگم که فرهنگ اسلامی چی است. نه اصلا من فرهنگ میدونی چی است؟ اول اینکه تمدن است، شعر است، لباس است، آیین است، نمیدونم چه زبان است. من این چیزا رو همش نمیدونم در اسلامی. به من نامختن. من نشد گپم الکی است، دروغی است. معنی اسلام معنی صلح است. من دیگه چیز پرسیدنی است. من خودم میدونم که اسلام، من خودم مسلمانم. چی شده است که با یک آیینی که عنوانش صلح است اینقدر لیوابردار جنگ و جدال شده است؟ من میگم برای شما، من خیال میکنم که همین مملکت‌های ما که ما حالی بسیار چیز نمیدونیم درباره مذهب خودمون. یعنی آنچه که شما میگید سببش همش از اون که ما عمیق نامختیم، با ما عمیق نامختن و ما نمیدونیم کتاب خودمون، کتاب مقدس خودمون نمیدونیم، روی کی میخونیم. شما گفتید که تاجیک هیچگاه گدایی نمیکند. این سخن شما است. حالا با واقعیت نظر داشته هنوز با این فکر خود پافشاری میکنید؟ تاجیک در مجموع ملت گدو نیست. مثلا 3-4 یا که 1000 یا 10000 نه، ما خیلی گدایی کردیم در این سالهای اخیر و با همین مجبورم شدیم که بس کردن در کار دیگه گدایی را. خیلی ملتی که در ریشه نامش تاج است گدایی میکنند، نکند باید. میکنیم. نوشتید که صبر ملت ما رو نجات میدهد. نظر دیگر نیز موجود است که صبر ملت ما رو میکشد. صبرش کسی نکشته. اونی که از سر تیر گرفتن نمیتوند او صبر نکرده است، اون ناچار است.
صبر امکان میتید که آدم درباره گذشته و آینده خودش فکر کند، نه که صبر یک از کارهای مشکل ترینی هست که انسان میتوند بعد تشنگی تحملش کنه.